ای خدای متعال، ای خدای بزرگ، یه کاری کنه این 3 تا بچه تجاوز نباشه. من روی یه سری برند باید کسکش کم بکنم که الکی دستن گناه مالو شستن. بعد خارکسته های امشی مسیج میدم به یه سری آدم های معروف، شما چرا آیسان فالو دارید؟ ببخشید جسارت میکنم، ببخشید من سگ در خونه مردمم. مگه معروف تر از آیسان هم هست الان؟ نه معروف چهره، معروف مستضعف، معروف قلب سفید داریم مگه مثل من؟ کی رو داری 2.5 سال زندگیشو بذاره؟ شما شورت و جورابای من نمیدونین کجاست، بعد ذات من نمیدونین کجا وایساده. زکی دادا. من خیلی دوست دارم یه روزی یه خانوم عاقلی رو، یه خانوم تحصیل کرده ای رو خیلی دوست دارم بیارم تو لایو. من که به روح مادرم قسم، به جان جوانیم، به جان شما، تا قبل این خواهرم تو دبی اصلا نمیدونستم فیمینیست چی هست و هنوزم نمیدونم معنی درستش تو ایران. مگه میدونیم معنی درست فمینیست یعنی چی؟ من اینو میخوام یه روزی یه خانومی که چیز هست بیارم تو لایو. یه سری خواهرای من تو ترکیه، یه چند تا خواهر بلاگر دارم، اینفلوئنسر تو ترکیه، انسان‌های درست. بعد تو ترکیه یه سری هم مثلا فیک، حالا باید زنگ بزنم بهشون بگم اون بی‌ناموسا رو از دور و برتون بیرون کنه، خارکوسا حزب بادن. اون سری رفتن بعد دوره آقای سام ببخشید ما رو فالو کن، گو خوردیم. گفتم بیا. بعد جیگری من یه چیز دیگه هم بهت میخوام بگم، یه سری معروف حرفای ایران، آدمای مشتی، آدمای درست، میگم معروف آدمای درست، هیچکی با شاه آلوده نمیخورد. تا من شروع کردم همه بعد خاکی شدم با رفیقاشون. خدا رو 100,000 بار شکر، خوشحالم از این موضوع، به روی مادرم قسم.